جوانای عزیز، راست چه گویم، نزد جمهور فقها بروک اگر پاچش دراز از بجلک باشد حرام است. نزد جمهور اهل حدیث حرام است. اما در مذهب ما خدا رحمت کنه فقهای ما مکروه تحریمی گفتیان. حالا نبلحی همینه در نفع المفتی سوال دارد، زیرا که در این باب حدیثای صحیح آمدگی است که هیچ که تعویل و تبدیل قبول نمی کنند. رسول اکرم میگن ما اسفل من الکعبین فهو فی النار. هر چیزی که از بجلک پا دراز است، خواه ایزار است، خواه برک است، خواه کرده است، و صاحبش پگه خدا در دوزخ پاش می سوزاند. بنابر رسول اکرم میگن ایزارت المؤمن الی نصف ساقیه، ایزار بندی مومن تا نصف ساقش است. ولا حرج، با که نیست گفتن اگر از وی دراستر کند تا بالای بجلک، اما از بجلک پایان به زمین رسد این حرام است. حتی رسول اکرم در یک حدیث که این حدیث خیلی مسلم روایت کرده از حضرت ابوذر است، راوی حدیث میگویند ثلاثه لا ينظر الله الیهم یوم القیامه ولا یکلمهم ولا یزکیهم. سه طایفه است که خدا به اونها روز قیامت نگاه نمی کند. خدا اونها را از گناه پاک نمی کند، حتی خدا به اونها به نظر رحمت نگاه نمی کند، صحبت نمی کند. این سه طایفه به سعادت کیست؟ حضرت گفتند این حدیث مسلم است. یکم المسبل، شخصی که ایزارش یا برکش یا کرتش دراز میکنه که به زمین کشیده میگردد. دوم المنان، شخصی که به یک کس نیکی میکند، بعد این نیکی کردنش منت میکند که من به تو این کار اون کار کردم تو نمک زده. منتی هم در که قرآن در صراحتا خدا منت نهی کرده است، حرام کرده است. سومش المنفق سلعته بالحلف الكاذب، تاجرها جوانایی که سوداگر هستی. سومش شخصی که تاجر است با دروغ تجارت رواج میتید. مثلا بازار میبره گوشه، میدان گوش قصیر است، میدان گوش گوساله نکرده است، اما قسم میخورد که بغوز است، قسم میخورد که یک دو گوساله که یاد شده خانم موندم یاد شکتش آوردم. یعنی به مقصدی چی؟ یا بارش باری به صفت است، تعریف میکنه که بسیار بار خوب است، عالی صفت. یعنی آدمی که با دروغ میخواه مال خودش به سودا برد، این تاجرم روز قیامت در لعنت خدا گرفتار است. خدا او را از گناه پاک نمیکنه. جناب عزیزان من، جوانای عزیز باور کنید، امروز من در قزاقستان سال گذشته رفتم، اکثر جوانای قزاق شارتیک دارن. البته در دوشنبه هم بعضی ها رو دیدم، بعضی با بچه ها رو. شارتیک چی؟ بروک یکی از دانه یک سه انگوش پایانتر است. در کوچه ها هم در کار هم هوایی میپوشند. خب اگر همین ما از نام اسلام میگفتم هیچ کس قبول نمیکرد، حالا که شارتیک پیغمبر خدا هم کردیان. اکنون که دنیای غرب و ماده شده است، اما جوانای پوشیده ایستادیان. حالا همه جوانای نمازخوان ما هم شرمنده ها، اگر در اروپا ماده شود بروکی کلته همون میپوشند، اما امروز به خاطر پیغمبرشان، به خاطر سند پیغمبر، یعنی حدیث های پیغمبرشان نمیپوشند. با جوانای مسلمان، شما باید به پیغمبر تقلید کنید، شما باید ناموس داشته باشید، نه از اروپایی ها تقلید کنید. آن روز من اگر همین بروتی کوتاه پوشیدن از اروپایی ها شما تقلید کنید پوشید، آن روز من به شما نفرت بکنم. بعد که امروز پیغمبر گپش قبول نمی کنید و موده که و دشمنای خدا کنه و را قبول بکنید. بنابر شما عزیزان من عیبش نیست. ببینم من از سعودیه مهمان میبینم، خاص جوان خاپیر، همه بروکاشان بالای کلتاش بالای پتین کشنده، هیچ کس اونها را معرکه داره نمی کند که، هیچ کس اونها را وصل نمی کند که. چه عیبش نیست؟ به هر حال اگر مذهب ما اگر مکروه هم گفته باشه، مکروهش مکروه تحریمی است. عزیزان من خوب لااقل در نماز پاچهاتان بالا کنید، بند نماز خوانید. عزیزان من خدا نگهتان دارد. السلام علیکم داملای عزیز، از راهی خیلی دور آمدم، به این سوال من جواب گویید. شخص با نکاح فاسد ان اقترح به شاهد زن را نکاح کرده گرفت، چند سال زندگی کرد، بعد در همین نکاح او را 3 طلاق داد.
و همین مرد میخواهد که به حلاله همین زن را دویم باره نکاح کرده گیرد. آیا این درست است؟ خب اولش که اون نکاحی که پیشتر داشت نکاح فاسدش نکاح نیست. بنابراین این طلاقی که کردن خاصیت و خاصیت این طلاق واقع نمی شود، زیرا که زنی بیگانه را طلاق کنند نکند طلاق نیست. اکنون این جوان اولش که مصیبت است، اولش که عیب است برای مسلمان که با نکاح فاسد با زن ازدواج کند. نکاح فاسد حکم زنا را دارد و نکاح نیست. بنابراین من به این جوان توصیم این است که از همسر خود جدا شود. از همون روزی که جدا می شوند همسرش عده پاید، یعنی حیض میدیدگی باشد 3 حیض بیند، حیض نمیدیدگی باشد عده 3 ماه است. بعد از بود شدن عدهش می تواند همسرش نکاح کرده گیرد. او طلاق و طلاق نیست. این زندگی که قدر وقت کردن زنا هست. بنابراین اینها برای این کارشان توبه کنند، از پروردگار پشیمانی کنند، شاید پروردگار گناهشان ببخشد و این لاروشان سیاه میشه فقط دوزخ. خب چشم را از حرام نگاه دارید معنایش چیست؟ چشم از حرام نگاه داره معنایش اینه که وقتی که یه چیز حرام میبینی، خامنه‌ایگان خانم لوچه یا صورتهای بیکاره رو میبینی، رو تو گردان نگاه نکن. یا تلویزیون رو تماشا ایستاد ببینی که یه چیزی لوچ و عیالهای لوچ که امروز صحنه‌های تلویزیون پر از اونهاست، چشمت پوش تا همون منظره گذشتن شه. این است نگاه داشتن چشم از حرام. زیرا که خدا برای چشمای شما پرده داده است. پرده ببینید، 2 پرده که ملایم زیبا با داخلی وایده به اصطلاح امروزگان سمسکم هست، آبم هست که پرده ها رو تر کرده میستد تا اینکه چشم آزرده نکنن. به خاطر آن داده است که چیز حرامه که پیش درو پیداشی چشم پوش. خب به خانه دعوت کنن، در آن خانه ضیافتی از پول حرام باشد، چی باید کرد؟ اولش که از پول حرام باشد انیق دانی نرو، لیکن وقتی که نمیدانی که از پول حرام است با شبهه این حکم در حق برادری مسلمان نکن. اولش که در حق برادرای مسلمان بدگمان نشویم. مسلمان دعوت کرده است، ما باید رویم. وقتی که دانیم که غیر از این منبع حرام دیگر جای درآمد حلال ندارد، اون وقت می توانید نروید شما.